الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که بار دیگر به ما توفیق داد و بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 37مین ما از آموزش کلمت التوحید می باشد. بارك الله فيكم. كلمة التوحید، كلمة الطیبه، كلمة النجات، كلمة الصدق، لا اله الا الله محمد رسول الله است. پس در حلقه های گذشته به شما معنای صدق و آن چیزی که شریعت از این قصد کرده است و دلیل ها از قرآن و سنت و قول علما در مسئله این که صدق شرط صحت لا اله الا الله است به شما بیان گشت. و ما در این حلقه 37 به شما چندین مسائلی که این چنین تعلق به صدق دارد به شما بیان کرده می شود. علما میگند و آن چی که در حق صدق این چنین گفته شده است این است که صدق این وفا کردن با الله با عمل است. الصدق الوفاء لله بالعمل. صدق این وفا کردن با الله با عمل است. وقتی که انسان صادق شد با عملش با الله وفا میکند، با عهدش وفا میکند. علمای دیگر گفتند الصدق موافقة السر. صدق این موافق شدن سر با علانیه است. موافقة السر بالعلانیه. و در جای دیگر گفتند الصدق القول بالحق في مواطن الهلكه. صدق این گفتن سخن حق گرچنده که در جای هلاکت باشد، یعنی گرچنده که انسان به هلاکت رسد هم در همون جا سخن حق را بگوید، همین صدق است. و علمای دیگر گفتند الصادق لا يستحي من سره لو کشف او کشف. یعنی صادق کسی است که اگر سرش آشکار کرده شود، کشف کرده شود، شرم نمی دارد. پس بارک الله فیکم، این همه صفت های صادقین و همه عمل های صادقین است. بارک الله فیکم. پس شکننده صدق و کم کننده درجه صدق و آن چیزی که ضد صدق است چیست؟ بارک الله فیکم. ضد صدق این کذب هست. صدق معنایش راست و راستین و راست بودن و کذب این دروغ بودن. و مراد از کذب این نفاق است. یعنی ضد صدق کذب است، لیکن مراد و مقصد از کذب چیست؟ از دروغ نفاق است. در شریعت نفاق را البته شرح می دهند و می گویند که پنهان کردن باطن به کفر و ظاهر کردن اسلام، یا که ظاهر کردن اسلام و باطن کردن کفر. البته این کذب است و این ضد صدق است. یعنی نفاق از دروغ به وجود می آید. یعنی نفاق چیست؟ نفاق گفتن کلمه توحید با زبان در حالتی که قلب مخالف این گفته است و دروغ را تحقیق می کند و باطنش به همین شهادت داده اش ضدیت می کند. چگونه که الله رب العزة والجلال در حق منافقین بیان کرده گفت در سوره منافقون آیت اول اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. زمانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم به نزد تو منافق ها آیند میگویند ما شهادت میدهیم که البته تو ای رسول الله حتما تو رسول الله هستی و الله میداند که تو رسول الله هستی. الله در دوامش جواب میدهد و الله میداند که تو رسول الله هستی، حتما تو رسول الله هستی. و الله شهادت میدهد که هر آیین منافقان حتما دروغگویانند. یعنی
اینو چگونه دلیل می شود؟ اینو دلیل می شود که منافقان به زبانشون می گفتند که ای رسول الله، حتما تو رسول الله هستی می گفتند، اما به قلبشون به این گفته اشون ضدیت می کردند. به درونشون می گفتند که نه رسول الله نیستی. به خوف این درونش صادق نبودن و در درون صدق رو به وجود نآوردن سبب شد که نفاق به وجود آید، سبب شد که نفاق کفری به وجود آید. البته این از کذب است، اصلش کذب است، یعنی به درونشون دروغ شماریدن. چرا؟ علما میگن برای آن که شهادتی که انسان میدهد بعد از این لازم است که صدق و تصدیق ظاهرا و باطنا در قول و در عمل و در انقیاد به آن چیزی که این شهادتین لا اله الا الله تقاضا میکند و مدلولهاش میطلبد باید انسان داشته باشد. صدق و تصدیق ظاهرا و باطنا، قولا و عملا. بارک الله فیکم. برای ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب تحفة العراقیه میگن المنافق ضد المؤمن الصادق. منافق این ضد مؤمن صادق است. منافق هم خودش را در بسیار حالت مؤمن نشان میدهد، مسلمان نشان میدهد، اما درونش صدق ندارد. ببینید از سبب نبودن صدق انسان منافق می شود. پس شما خوب بفهمید که منافق کیست و چرا منافق شده است. منافق کسی است که باطنش ضد شهادتی داده است، باطنش کفر است، باطنش مخالف ظاهرش است، در باطنش ضد اسلام است. سبب پیدایش نفاق چیست؟ ترک شرط صحت سوم لا اله الا الله. وقتی که انسان شرط سوم صحت لا اله الا الله که صدق است ترک می کند و صدق را به وجود نمی آورد، پس به جای صدق کذب، دروغ می آید و همین دروغ اصل نفاق است. بارک الله فیکم. چخیلی که ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کردن. پس منافق همون کسی که در خبرش دروغ می باشد، دروغ گوینده در خبر یا دروغ کننده در عمل، یا که البته خود نشان دهنده برای مردم، عمل رو نه به خاطر الله بلکه به خاطر مردم انجام میدهد. همین منافق است. همه اش ضد صدق است. صدق را اگر فهمیدنی خواهید منافق را فهمید و منافق شدنش از سبب نبودن صدقش است. پس ابن تیمیه رحمت الله علیه میگن که فإن المظهرین للإسلام ينقسمون لمؤمن و منافق والفارق بینهما فی الصدق. پس البته ظاهر کنندگان به اسلام میگن به دو قسم تقسیم میشن، مؤمن و منافق. یعنی اون کسانی که از خودشون اسلام نشان میدهند، خود را مسلمان میگویند و عملهای اسلامی را ظاهر میکنند، به دو قسم تقسیم میشن، مؤمن و منافق. منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که صدق ندارد. و فرق کننده یعنی بین مؤمن و منافق از کجا به چی فرق میکنیم؟ به صدق. کسی که صدق دارد مؤمن است، کسی که صدق ندارد منافق است. بارک الله فیکم. چخیلی که سخن ابن القیم الجوزی را ما در حلقه گذشته ذکر کردیم که در کتاب مدارج السالکین میگوید الایمان اساسه الصدق و النفاق اساسه الكذب. ایمان اساسش صدق است، اساس ایمان صدق است و اساس نفاق دروغ است. پس به همین صدق اهل نفاق از اهل ایمان جدا کرده می شود و اهل ایمان از اهل نفاق جدا کرده می شود و بالصدق تمیز اهل النفاق من اهل الایمان. بارک الله فیکم. پس ببینید که صدق چی مرتبه دارد، چی درجه دارد، چی مکانت دارد، چی بزرگی دارد و سبب منافق شدن و سبب صفتهای منافقی را پیدا کردن و سبب ضعیف شدن همه اش از همین صدق است. باید صدق را کسب کرد، باید صدق را البته قوی کرد و انشاءالله ما به شما بیان میکنیم که انسان چگونه باید صدقش را قوی بکند. و مسئله دیگر این است که در حلقه گذشته به شما اینچنین کمی اشاره کردم و در این حلقه میخواهم به شما با تفصیل صحبت بکنم. صدق این اصل است و کمال است. صدق این اصل و کمال است. صدق مثلش مثل تمام یا که اکثر عبادت هاست. صدق مثل اکثر معظم عبادت هاست و بسیار از مقام های دین است و این چنین مثل شعب ایمان است. چرا که اکثر عبادت ها و اکثر مقامات های دین و اکثر شعبه های ایمان به دو قسم تقسیم شد، اصل و کمال. ما به شما در
شرط دوم صحت لا اله الا الله یقین بیان کردیم که یقین اصل است و کمال است. وقتی که کمال ترک شد ایمان ضعیف است، اما وقتی که اصل ترک شد انسان کافر می شود. و این چنین صدق هم چنین است. صدق اصل این چیزی است که ایمان به همین صحیح نمی گردد. ایمان صحیح نمی شود مگرم بجز به همین اصل باید در انسان باشد. و قبول اسلام یک انسان به تحقیق صدق اصل است. وقتی که در انسان اصل صدق به وجود نآید، اسلام انسان حتی قبول نمی شود، انسان مسلمان نمی گردد. یا که اصل صدق ترک شود انسان کافر می شود. و انمی شرط صحت لا اله الا الله است. ما در مقصدمان اصلی صدق است و اما این چنین کمال صدق است که این البته ضرور است برای قوی شدن ایمان، برای از نفاق دور شدن. بارک الله فیکم. پس اصلی صدق این مثل اصل ایمان است که ترک کننده اصلی صدق این کافر است و هیچ دینی ندارد و از مؤمنان و مسلمانان نیست، بلکه کافر است، چرا که اصلی صدق را ترک کرده است. سبحان الله. اما کمال صدق البته درجه ها دارد. کمالی که واجب است، اونی که ترک میکند، یعنی صدقی که کمال است، وقتی که ترک کردید گناهگار میشوید. کافر نمیشود اما گناهگار میشود. و این چنین صدق مستحب است. یعنی ببینید ایمان هم شعبه ها دارد. ما بینهایت در حلقه های بینهایت گذشته، سالهای گذشته به شما بیان کردیم که ایمان شعبه دارد. در یک روایت 63، در روایت دیگر 73 شعبه را ذکر کردند. صحیح‌تر 63 است. اصل ایمان این گفتن لا اله الا الله، عمل کردن. البته این رکن ها معروف است، اما از کوچه، از یک راه یک سنگ را به یک طرف راه گرفتن، انداختن از ایمان است تا که یک مسلمان ضرر نبیند. حیا هم از ایمان است، اما وقتی که حیا نداشته باشد انسان کافر نمی شود. وقتی که یک سنگ را از کوچک ضرر رسانده رو بچه نمیگیرد کافر نمی شود، چرا که این درجه ایمان است، این مکمل ایمان است، این کامل ایمان است، این مستحبات ایمان است. اما اصل ایمان وقتی که نابود شد انسان کافر می شود. پس صدق هم همین است. وقتی که اصل صدق نابود شد انسان کافر می شود و از دین بیرون می شود. اما وقتی که کمال ایمان نابود شد، در این حالت ما میگیم کمال ایمان واجب است. وقتی که انسان را واجبات کمال صدق را ترک میکند انسان گناهگار می شود. و کمال مستحب است، کمال صدق مستحب وقتی که انسان ترک کند البته گناهگار نمی شود. بارک الله فیکم. پس اهل توحید، آنانی که موحدند، در این منزله و در این درجه صدق به همدیگر همه برابر نیستند. بارک الله فیکم. همه مردم به همدیگر در یک طبقه نیستند، بلکه مسلمان ها در 3 مرتبه هستند. در مسئله صدق انسان ها در 3 مرتبه هستند: ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. یعنی یک قسم از انسان ها هستند که ظلم به نفسشون کردند و بعضی از انسان ها هستند که مقتصد هستند، در وسط هستند، و بعضی از انسان ها هستند که بی نهایت در پیش هستند. بارک الله فیکم. پس همه این 3 قسم قد جاء بالاصل المصحح للایمان والاسلام، اصلی مصحح صدق ایمان اسلام را آورده اند. یعنی بعضی انسان ها اصلی صدق را دارند، اصلی صدقشون هست، مسلمانند، اما واجبات را ترک کردند، واجبات صدق را ترک کردند، چیزی مهمی صدق را ترک کردند. به همین خاطر به نفس خودشان ظلم کردند و گناه کبیره انجام دادند. و بعضی آنها مقتصد هستند، مستحبات را ترک کردند، واجبات را به جا آوردند اما مستحبات را ترک کردند. و بعضی از آنها سابقون بالخیرات، به نهایت درجه بالاترین نیکی و خیر و خوبیند، در این درجه خوبند، زیرا اونها مستحباتی کمال صدق و کمال ایمان و کمال یقین را به جا آوردند، حتی مستحباتش را به جا آوردند. و وظیفه ما این است که ما باید همه این اصلی صدق،
کمال صدق هم واجباتش هم مستحباتش همش رو ما باید به جا بیاریم و کوشش بکنیم. پس اصل صدق به چی تعلق دارد؟ پس اصل در صدق این متعلق به توحید است و به کلمه توحید است. یعنی صدق کردن به توحید و صادق بودن در توحید و صادق بودن به همین کلمه توحید، در گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صادق بودن و در معنای این صادق بودن و در تمام قسمات توحید صادق بودن، انا این اصل صدق است. کسی که در گفتن لا اله الا الله صادق نیست، وقتی که میگوید صادقانه نمیگوید. کسی که در قسمهای توحید صادق نیست، کسی که در توحید صادق نیست، داند که اصل صدقش وجود ندارد و این مسلمان نیست، کافر است. پس اما کمال صدق به کجا تعلق دارد؟ کمال صدق تعلقش به مسائل فروع دینی است. مسائل فروع دینی از جهت عمل کردن و از جهت بینهایت یقین کردن در این مسائل ها. پس از همین جهت گفته می شود که صدیق کسی است که قولش را با عملش تصدیق می کند. بارک الله فیکم. پس بالاترین درجه صدق این صدیق است. بالاترین درجه صدق راستی این صدیق است. ابو بکر صدیق لقب بالاترین صدق است، از این بالا دیگه نیست. بعد از این صدیق صدوق می ایستد. در علم رجال صدوق میگن، بعضی از صفتهای محدثین رو صدوق میگن. و بعد از این صادق است، سومین درجهش صادق است. بارک الله فیکم. پس وقتی که ما این چنین مسئله صدق را اصل و کمالش را فهمیدیم، بعد از این میفهمیم که کمال صدق به مانند یک ضعیف شوی و زیاد شوی ایمان است و اصل صدق این به مانند اصل ایمان است. بارک الله فیکم. و زیاد و کم شوی صدق تعلق به زیاد و کم شوی ایمان دارد. ایمان انسان چقدر که ضعیف شد، صدق آدم هم ضعیف می شود و چقدر که ایمان قوی شد، صدق هم قوی خواهد شد. بارک الله فیکم. چقدر که سخن ابن رجب حنبلی را در حلقه گذشته از کتاب کلمت الاخلاصش ذکر نمودیم که میگویند پس اون کسانی که از اهل توحید به آتش دوزخ می‌دارند به سبب کم بودن صدقشون هست. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که به نهایت فهمیدنش البته از جهتی فهمش صدق ضرور بود. بارک الله فیکم. بد کننده های شرط صدق و ضعیف کننده های صدق چیست؟ علما میگند انسانی که مؤمن است، صدق دارد، صدقش را ترک واجبات ضعیف میکند، ناقص میکند. وقتی که انسان صادق واجبهای الله کرده را ترک میکند، البته ایمانش ضعیف میشود. البته بعضی از واجبات است که ترکش کفر است، به مانند نماز. ما غیر از نماز را میگیم. کسی که نماز را ترک میکند کافر است. یا که سبب دومی نابود شوی صدق یا که کم شوی صدق این است که انسان یگان عملی بدی را انجام میدهد که صدقش مقدوح میگردد، صدقش بد میگردد، بد کننده های صدق را انجام میدهد، به مانند گناهان کبیره، به مانند البته زنا و ربا و علامت های نفاق و کذب که البته بعضیش اصول دین را نصب میکند. اصول دین به مانند اصول صدق، اصل صدق را کذب نصب میکند، نفاق قلبی. پس بارک الله فیکم. صدق هم قسمهای خود را دارد و صدق به 3 قسم تقسیم شد: صدق قلبی، صدق قولی سخنی،
صدق عملی. اولا صدق قلبی. این صدق است که در قلب به وجود می آید. اما ما گفتیم قلب دو عمل دارد، عمل قلب و قول قلب. صدق هم عمل قلب است و هم قول قلب است. صدق دو عمل قلب را به جا می آورد. هم صدق هم عمل قلب است، هم قول قلب است. پس صدق در قلب این اساس است و اصل صدق است. یعنی اصل صدق و اساس صدق این در قلب است. این عمل قلب است و قول قلب است. این اصل صدق و اساس صدق است. صدق قولی آنه که انسان به زبانش صدق داشته باشد. صدق عملی با فعل و عمل جسمش صدق را ایشان بدهد. پس بارک الله فیکم، علما برای این گفته ها مثال های برای تصدیق عملی و دلیل های ذکر نمودند. اولا میگن دلیل اول برای تصدیق عملی این تصدیق ابراهیم علیه السلام از خواب دیده اشون می باشد. قد صدقت الرؤیا، سوره صافات آیه 105. علما میگن و تصدیقه لها کان بفعلها والامتثال والانقياد لمقتضاها. قد صدقت الرؤیا یعنی ای ابراهیم به تحقیق خواب دیده اد را تصدیق کردی. علما میگن تصدیق ابراهیم خواب دیده اش را این به فعل بود، یعنی تصدیق فعلی بود. وقتی که خواب را چندین مراتب دیدن که فرزندشان اسماعیل را ذبح میکنند، همین خواب دیده اشان را عمل کردند، برای اون که دانستند که این وحی از جانب الله است و خواستند که فرزندشان اسماعیل را به خاطر الله ذبح کنند. که البته الله فهمید که ابراهیم علیه السلام بزرگترین رسولان بجز محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم از ابراهیم الخلیل هم بزرگترند و دومین درجه، یعنی دومین کس بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستند. خواب دیده اشون را با عمل تصدیق کردند و این تصدیقشون را تصدیق عملی گفته می شود. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حتی این چنین بیان کردند در حدیثی که والفرج یصدق ذلك و یکذبه، این مسئله زنا است. البته در این مسئله تصدیق فعلی یا که تصدیق عملی آمده است. بارک الله فیکم. پس ابن القیم الجوزی میگویند در کتاب مدارج السالکین که آنی که به صدق آمد، آنی که صدق را آورد، این است که از شأنش این است که باید صدق را در قول و عمل به وجود بیارد. پس صدق میگن به سه قسم تقسیم میشد. صدق در اقوال، سخنها که برابر بودن سخنها به قلب، یعنی راست آمدن سخن انسان به قلبش، و این چنین صدق عملی و صدق بارک الله فیکم قلبی. و این قسم های صدق بود و رکن صدق بود. قسم صدق چه خیلی بیان کردیم سه تاست: قلبی، عملی، قولی، و اصل و اساس صدق این قول قلب و عمل قلب است. صدقی که قول قلب و عمل قول است. بارک الله فیکم. پس محل صدق و رکنهای صدق کجاست؟ محل صدق کجاست؟ صدق در کجاست؟ محل صدق این قلب است و انمین اصل صدق است. و به این گفته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلالت میکند که صدقا من قلبه. در بسیار حدیثایی که در دلیل های حدیثی به شما ذکر کردیم، از بخاری و مسلم حدیث ها رو ذکر کردیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که لا اله الا الله رو بگوید صدقا من قلبه، صادقانه از قلبش باشد. در اینجا دلالت میکند که اصل صدق قلب است و محل صدق هم قلب است. و این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادقا من قلبی، صادقانه از قلبش باشد. و این در حدیث دیگر یصدق قلبه لسانه، دلش زبانش را تصدیق بکند. همین حدیث ها دلالت میکند که محل صدق قلب است و رکنش هم البته قلب است، عمل قلب و قول قلب است. و این چونین اولا گفتیم، اولا محل صدق یکمش این قلب است و رکنش هم البته قول قلب و عمل قول است.
قول قلب و عمل قلب است. دومین محل صدق این زبان است. دومین محل صدق این در زبان است و به این دلالت میکند حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یصدق لسانه قلبه، زبانش دلش را تصدیق میکند. و سومین محل صدق این در جسم است، عمل کردن به جسم است. بارک الله فیکم. پس ببینید محل صدق فقط در قلب نیست، همیشه در قلب نیست، در قلب است، در زبان است، در عمل و جسم است. بارک الله فیکم. و یکش به دیگرش پره نخواهد شد و رکنش و اساسش و اصلش این قول قلب و عمل قلب است. بارک الله فیکم. و به این که صدق اینچنین به جوارح و جسم هم می شود، دلیل قول الله رب العزت و الجلال است که میگد قد صدقت الرؤیا. وقتی که ابراهیم علیه السلام خواب دیدهشان را عمل کردند، الله رب العزت و الجلال گفت به تحقیق تو خواب دیده را تصدیق کردی. بارک الله فیکم. با این ما مسائل زیادی را از صدق به شما بیان نمودیم و ان شاء الله در حلقه گذشته باز مسئله ما در روی شرط صحت سومی لا اله الا الله، شرط سومی صحت لا اله الا الله است. زیرا این شرط سومی لا اله الا الله از صدق یکی از مسائل مهمترین است که ان شاء الله در حلقه دیگر به شما در این موضوع صحبت خواهیم کرد و اگر در حلقه دیگر این مسئله را به پایان رساندن توانیم در حلقه بعدیش هم. و مقصد ما این است که خودی بنده و شما برادران و خواهران موحدم صادق باشید و از الله رب العزت و الجلال می طلبیم که این حلقه های ما را، حلقه های درسی ما را پر برکت گرداند و سبب صادق بودن و موقن بودن و عالم بودن بنده و برادران و خواهران موحدم بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.